بیننده ای از تاجیکستان سلام عرض کردن. سلام علیکم السلام و فرمودن که آیا ازدواج با کسی که نماز نمیخونه، البته ایشون گفتن زنی که نماز نمیخونه نکاح او جایز است یا نه، و به عکسش آیا کسی که نماز نمیخونه ازدواج با این شخص جایز هست یا بله، نیست؟ اصل جوازش عموم فقها اون به اصطلاح اون کسی رو که نماز نمیخواند اون کافر نمیدونند. که من عرض کردم که بحثی در این زمینه وجود داره و دلایلش هم دلایل خیلی قوی هستند که این نوع از علما و این گروه معتقد اصلا نکاح بسته نمیشه، از جوری که با یک فرد کافر نکاح بسته نمیشه و اگر انسان هم ازدواج کرده باشه نکاحش باطل میشه. اما عموم فقها اصل نکاح رو به صورت جایز میدونند و توصیه که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم شده در روایت صحیح بخاری هست که حضرت ابو هریره روایتش کرده. رسول الله فرمودند که تنکح المرأة لاربع، زن به خاطر 4 انگیزه و 4 هدف و در واقع ازدواج می شود، لمالها و لحسبها و جمالها و لدینها. این 4 انگیزه هستند، یا به خاطر مال هست، یا به خاطر حسب هست و نسبش هست، یا به خاطر زیبایی، یا به خاطر مال. فظفر به ذات الدین، اون کسی که ذات الدین هست اونو در واقع باید انتخاب بکنید. و در اصل ازدواج اگر ما میخوایم واقعا بر سنت رسول الله عمل بکنیم، حداقلش این است اون کسی که نماز نمیگذارد، پایبند نماز نیست، اونو نباید انتخاب بکنیم، چه پسر باشه یا چه دختر باشه. اما در اصل یعنی صحت نکاحشون، بله نکاح بسته میشه و نکاح منعقد میشه و این دو نفر زن و شوهر قرار میگیرند.